عدنان مفتی اندام مکتب سیاسی هیئت اجتماعی کردستان را گهاند به هیچ شیوه که آلای هرم کردستان لسردام و دزگه کرکوک ناهی دانان هفدم شانده که پیکاتی هیئتی و پارتی جبودان و ساندنا سوارت بریارا پارلمان عراق لسردانان آلای کردستان لکرکوک دیگل برپرسین عراق کمبونو جلای خوبا عدنان مفتی گود بلندکرنا آلای کردستان بریارا جواتا پارزگه ها کرکوکیه و جه رزگرتنی او ده پشتوانی لوی بریاره بین. وزارت نافخو عراق بریار کانوی سبارت به گوهرینا نو و تمن ولاتین هرما کردستان دردکت اندامه که جواتا نیونر عراق راگهاند وزیر نافخو بریار ده حتی که سال 2003 دام پیدانه به نو و تمن و گوهرینا ولاتیان لهرمه بکت امرین بکر اندام جواتا نیونر عراق دیار کرد مداخج قاسم عراجی کریا کو اولاتین حرم لپشتی سال 1992 نوبو تمن و گهورین جلوی عراق و بهنا قبول کرن دا کو لدم در کرنا کارتان اجتماعی که شبو درست نبن. فرمانده که سربازی سپاه عراق دنگو باسین کنترل کرنا نوتش صده لای روشاوای موصل بلاف دکتو آماجه به دورپیچ کرنا چارتا خندی دکت. لیوان اجمدین الجبوری فرمانده لهزن اپراسیون موصل راگهاندی سپاه عراق و دجا تیرور و هزن پولیس فدرال شاین نوت صده لای روشاوه موصل جه تیرورستین داعش پاقش بکن اما جه به جیکر که دنها دا هر ایک جه تاخن مغرب و یرموک و زنجیلی متاجن دور پیچ کرینه. عثمان بایدمیر پیودار هدف و پرلمانتار باجر اورفای بارده دبانگشه نخل دا بو ریفراندوم سیستم سروکاتی و گوهرین دستور ترکیه لباجر آمده گوتارک پیشکش کرو گود حکومت اکپل هر جهه که آخفنه که دیکتو دبیجت کرد براین منه لنیرین و برخودان اردوغان بو آلای کردان لکرکوک و لشرناخ همان بر خدان و جداهینینه راگهانجی اکپ و محپه نابنه دوستین کرده و دویدگل کرد لدجی ظلم و فاشیسمه ایک بگیرن. سروکی امریکا دبیجت پشتی دیتنا دیمن انوان کسین جبر کار اینانا چک کیمیایی جلای اسدی و هاتین کشتن بوچون آمن لسر سروکی رژیماوی ولاتی هاتیا گهورین ده پراویزا دیتنا دیگل شای اردنی دا دونالد ترامپ سروکی ولایت ایگرتی امریکا رادگهینید کریارین بشاد اسدی جه قبول کرنینین چونکی همی سنورین مروواتی درباس کرینه. برپرسین روسیا دست سرکرنا شش گومان لیکرین انجام درین پقینن بری دوروژان لباشر سان پترزبورگ رادگهینت که خلق کشور آسیانه برپرسین امنیان روسیا ابرو گرتنا شش کسان راگهاند که دهنه پیش بینی کرن دست پقینا بری دوروژان یا باجر سان پترزبورگ یه روسی دا هبیتن که ده انجام دا 14 کس هات بون کشتن و 49 اندیجی بریندار ببون هر واسا او یک جیهات یا دیار کرن که خوکش به رگس قیربستانیه او اندیجی دبید خلکی همان دور بید.